تاریخ گواه است که تاجیکان ملتی دارای تاریخ و تمدن قدیمه بوده. آیین دولت و دولتداریشان از 1000 ساله سیوم قبل از میلاد آغاز گردیده است. در طول تاریخ دولت تاجیکان بارها دچار تنزل گشته، دیگر بار احیا و تکامل یافته است. خلق تاجیک همچون ملت صاحب تمدن و دارای تجربه کهن دولتداری برای بنیاد دولت مستقل ملی در همه دور و زمان کوشش و تلاش ها نموده است. تاریخ نگاران تشکل خلق تاجیک را به 3 مرحله تاریخی جدا نمودند. دوره یکم، زمان تشکل و انکشاف دولت ساسانیان در حدود شمال و شرقی خراسان. دوره دوم، تشکل یابی دولت تاجیکان در ماوراءالنهر صورت گرفته است که در این دولت خلقیت های ایران شرقی از جمله باختری ها، خوارزمی ها و سوغدی ها زندگی می نمودند. مرحله سیوم، تشکل کامل خلق تاجیک در زمان سامانیان. از روی تفسیر تاریخ نگاران، تاجیکان تا زمانی به دست آوردن استقلالیت دولتی یعنی سال 1991 به هیئت دولت‌های زیرین داخل بودند. هخامنشیان سالهای 550-330 تا میلاد، سلجوقیان 312-250 تا میلاد، یونان و باختر 250-140 تا میلاد، اشکانیان 247-226 میلادی، کوشانیان عصرهای 2-4، ساسانیان 224-651، هیتالیان 450-567، امویان 671-750، عباسیان 750-875، طاهریان 821-873، صفاریان 873-900، سامانیان 875-999، غزنویان 998-1186، قرخانیان 1005-1212، سلجوقیان 1040-1157، غوریان 1150-1206، خوارزم شاهیان 1162-1221، امپریای مغول‌ها 1221-1359، تیموریان 1370-1507، شیبانی‌ها 1501-1599، اشترخانی‌ها 1599-1753، منقیطی‌ها 1753-1920، کشور ترکستان روسیه 1867-1918، جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی ترکستان 1918-1924، جمهوری خلقی شوروی بخارا 1920-1924، جمهوری مختار سوسیالیستی تاجیکستان 1924-1929، جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان در هیئت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 1929-1991. آموزش سرچشمه ها و بازیافت های تاریخی از آن شهادت می دهند که تاجیکان از آغاز دولتداری دارای عنعنه و طرز و اصول خاص فرهنگ دولتداری بودند. دولت و دولتداری در ایران زمینی باستان دوره های طولانی تاریخی را در بر می گیرد. طبق معلومات های باستانشناسی، سرآغاز دولتداری نیاگانمان به زمان پیدایش سلاله های آریایی، پیشدادیان و کیانیان بزرگ نسبت داده می شود. از روی معلومات های اوستا و هرودوت، دولت های قدیمترین در آسیای میانه اینها محسوب می یابند: ایریانم ویجا یا
آریانم ویجا فراهنای آریانا دخیوس استی. اولین دولت‌های در منطقه آسیای میانه پیدا شده پارت، باختری قدیم، خوارزم بزرگ، مرغیان، سوخت حساب می‌یابند. در این دولت‌ها خلقیت‌های مقیم زیرین اقامت داشتند: سوخت‌ها، باختری‌ها، فرغانیان، مرغیان، پارت‌ها و خوارزمی‌ها، اجدادان آریایی‌ها. یک جایه با این خلقیت‌های مقیمی، این چنین خلقیت‌های بادیه‌نشینی مسگت‌ها، سکایی‌ها و سکایی‌های هاومورگا آن سوی سوخت نیز زندگی می‌کردند. شاهیگری باختر و خوارزمی بزرگ. طبق این معلومات‌ها به هیئت باختر سرزمینی امروزه تاجیکستان مرکزی، جنوبی، ولایت سرخندریا و شمال افغانستان داخل می‌شدند. سرچشمه‌های تاریخی موجودیت دولت سوخت، وادی زرافشان، قشقدریا و قسمت شمال تاجیکستان امروزه را پیش از هجوم هخامنشی‌ها معلومات می‌دهند. پایتخت این دولت شهر مراقند، سمرقند حاضره حساب می‌شده است. شغل اساسی مردمان این دولت‌ها هنرمندی، کشاورزی و چارواداری به شمار می‌رفته است. دولت‌های خوارزم، باختر و سوخت وارثان دولت کیانیان بزرگ و به واسطه اجدادان قدیمترین مردم تاجیک بودند. در آغاز هزار ساله یکم تا میلاد کیانیان بزرگ به این دو حوزه تاریخی و فرهنگی جدا شده تا زمان پیدایش دولت مشهوری هخامنشیان مرکزی ایران زمین، آسیای مرکزی، باختر، خوارزم، سوخت به حساب می رفتند. دولت هخامنشی‌ها سال 550 قبل از میلاد در ایران زمین غربی دولت هخامنشی‌ها عرض هستی نموده است. بنیادگذار دولت هخامنشی‌ها کوروش بوده. هخامنشیان نام گرفتن دولت به نام سراولاد سلاله هخام که سالهای 700 675 قبل از میلاد حاکمی ولایت فارس را به عهده داشت نسبت داده می شود. کوروش بعدی به تصرف در آوردن ماد میدیا سال 547 ارمنستان و دولت یونانی آسیایی خورد و سال 538 پیش از میلاد بابلستان این چنین آسیای مرکزی را اشغال نموده به تشکیل ایمپریای اولین جهانی اساس گذاشت. مقصد اساسی جنگ‌های کوروش در آسیای میانه در هیئت یک دولت متحد نمودن خلق‌های ایرانی حساب می‌یافت. کوروش مؤلف اولین اعلامیه حقوق بشر می باشد. باختر، سوخت، پارت و خوارزم به 4 ساتراپی جدا شده بودند. ساتراپی ولایت فعالیت متمرکزانیده شده داشته به خزینه شاهنشاهی انداز می سپاریده است. زمان دولت هخامنشی‌ها دوره تشکل و تکامل نظام اداره کنی و خدمت دولتی به حساب رفته به تحکیم ساختاری با نظام دستگاهی اداره کنی دولت‌های من بعده اساس گذاشته است. این شاهنشاهی را بعد مرگ کوروش شاهان کمبیز، بردیه دارای یک سروری نمودند. دولت هخامنشی‌ها با حمله شدید اسکندر برهم داده شد. اسکندر سالهای 334 327 تا میلاد آسیای خرد و میانه، سوریه، فلسطین و مصر را اشغال کرد. در مبارزه های ضد استیلاگران یونان و مقدونی ها سهم قهرمان خلق تاجیک سپیتامین که توانست با دلیری و شجاعت به اشغالگران ضربه های مرگاور زند به نهایت کلان است. دولت سلفکیان. این دولت سال 312 تا میلاد به وجود آمده است. بعد مرگ اسکندر مقدونی 13 ایون سال 323 برای به دست آوردن حاکمیت در بین سرلشکرانش مبارزه شدید صورت می‌گیرد. سلف که شاه بابل تعیین شده بود
برخلاف عهدنامه بسته شده در بین سابق سرلشکران اسکندر به شرق هجوم نموده پارت، سوخت و باختر و گیراکیه را ضبط کرد. تقریبا سالهای 305-304 تا میلاد سلف خود را شاه سوریه و ایران و آسیا راهبری نمودند. ساخت دولتداری در این دوره ها رو به تنزل داشت، زیرا سلفکیان با سبب دائما مشغول جنگ بودن امکانیت جداً مشغول گردیدن با کارهای دولتداری را نداشتند. دولت اشکانیان، دولت بزرگ پارت بزرگ، پرفیه و شاهنشاهی اشکانیان از سالهای 250 تا میلاد تا سال 226 میلادی عرض هستی نموده است. اساسگزار این دولت ارشک بوده. موضع جایگیرشویش قسمت غربی آسیای میانه حدود حاضره ترکمنستان حساب می‌یابد. به عقیده بعضی محققان ارشک اصلاً باختری از قبیله پردهای آریایی آسیای میانه بوده است. تغییرات وارد نموده اشکانیان در همه سمت‌های دولتداری مشاهده می‌گردد، از جمله در نظام اداره کنی در نزد شاه عمل نمودن شورای عالی مقام عبارت از دو مقام عالی، شورای اشراف و شورای کاهنان، نویگری و اصلاحات در اداره کنی دولتی آن وقت حساب می شود. دولت ساسانیان بعد زوال یک بابکان ساسانی سالهای 224-242 تشکیل کرده شد. دولت ساسانیان دولتی پرقدرت شد که در تمام ایران وسعت داشت و از لحاظ حربی به همتا بود. محض با قوه لشکری پرقدرت نظام نوی اداره کنی جاری گردید. سرزمین سوریه، ارمنستان، سیستان، قسمی از خراسان و سال 224 سراسری سرزمین ایران به تصرف شاهنشاهی ساسانیان داخل کرده شد. بعد اردشیر پسر او شاپور یک سالهای 242-272 شاهنشاهی را صاحب شد. پایدیوار و مرتبه دولت ساسانیان در دوره شاهی شاپور دو سالهای 309-379 شکوه و شهامت گرفته است. این دولت را اینچنین شاه یزدگرد یک سالهای 399-420 و رهران 5 بهرام گور سالهای 420-437 یزدگرد دو سالهای 438-457 خسروی یک انوشیروان سالهای 531-579 و یزدگرد سه سالهای 632-651 راهبری و اداره نمودند. شاعران و عالمان و اهل معرفت در جامعه ساسانیان مرتبه خاصه داشتند. یکی از شخصیت‌های تاریخی دارای شهرت جهانی باربد مروزی رامشگری به همتا در همین دایره سالم مدنی این سلاله تربیت یافته است. خدمت تاریخی دولتداران ساسانی آن بود که در دوره حکمرانی آنها شهرهای معرفی کننده تاریخ تمدن تاجیکان خوجند، بلخ، مرو و هرات آباد و زیبا گردید. این دولت در زمان شاهی یزدگرد سه تخمیناً در میانه‌های عصر هفت از جانب عرب‌ها سرنگون کرده شد. دولت هیتالیان این دولت و مردمان آسیای میانه تعلق داشت. در برابر دیگر عامل‌ها خصوصیت خاص این دولت زبان شرقی ایرانی و حروفات کوشانی باختری را صاحب بودن آن محسوب می‌یابد. زمانی برهم خوردن دولت هیتالیان بین ایران ساسانی و خاقانت ترک معاملات تجارتی تیز و تند گردید. تاریخ نگاران نزاعی بین آنها را نه در منفعت‌های سیاسی بلکه در منفعت‌های اقتصادی تجارتی می‌بینند.
در زمان کوشانیان از آسیای مرکزی راه ابریشم می‌گذشت. این راه آسیای مرکزی را با روم پیوست نموده برای رواج یافتن شاهی بافی و کیرمک پروری که در غرب تماما وجود نداشت شرایط فراهم آورده بود. از این تجارت امپریای روم مخصوصاً از تجارت شاهی فایده می‌دید. فارس ها در این عملیات میانه روی کرده فایده مفت به دست می آوردند که در این جاده منفیت سوداگران فارس و سوخت به هم برخورد. دولت خاقانت ترک در سالهای 30-60 عصر شش ضمن هجوم به ماوراءالنهر و برهم دادن دولت هیتالیان در سیبیر جنوبی و آلتای از حساب قبیله های ترک زیر عنوان خاقانت ترک سالهای 551-744 اتحاد دولتی تشکیل کرده شد. این دولت سالهای 600-603 به دو قسم تقسیم شد: خاقانت شرقی ترک ها و خاقانت غربی ترک ها. خاقانت ترک در آخر عصر 7 و مابین عصر 8 در نتیجه کشماکشی های داخلی و بیرونی، ناموازینتی سطح زندگی، بحران معنوی و مخصوصاً جنگ های پی در پی برهم خورده است. خلافت عرب از سال 650 تا 800 دوره هجوم اجنبیان عرب و مردمان آسیای میانه به خاطر ضبط حاکمیت دوام کرده است. در دوره خلیفه دوم عرب عمر سالهای 634-644 زمانی متحد شوی و استیلای عرب ها آغاز می‌یابد. ضمن هجوم به آسیای میانه عرب ها سال 651 مرو، سال 705 ماوراءالنهر، سال 709 بخارا، سال 712 سمرقند، سال 823 استروشن را به تصرف خود درآوردند. عرب ها به مقابلیت شدید خلقهای آسیای میانه روبرو شدند. یکی از شورش های آموی که به عرب ها ضربه سخت وارد نمود تحت راهبری هاشم ابن حکیم معروف با تخلص مقنع به وقوع پیوست. پیروان مقنع با لباس سفید عمل می‌کردند. از این لحاظ آنها را جامه سفیدان یا خود سفید جامگان می‌نامیدند. هجوم‌های استیلاگرانه خلافت عرب بعد درگذشت محمد پیغمبر سال 632 آغاز گردیده است. خلیفه های عرب اصلاً منصب اداره کنی دولتی را صاحب شده همزمان راهبری عالی دین و شمار می رفتند. دولت طاهریان بعد راندن قوم‌های عرب از سرزمین آسیای میانه سالهای 821-873 دولت طاهریان تشکیل یافته است. اساسگزارش طاهر ابن حسین می باشد. او جسورانه بر ضد خلافت عرب برآمد. این روز اعتباراً ما از خلافات عرب دست میکشیم. کی ملتی صاحب معرفت و با فرهنگ بارگرانی غلامی باید کشد. ما تاجیکان بهر آزادی تلاش میکنیم و مبارزه میبریم. سال 822 بعد فوت او پسرش طاهر تلخه به سر حاکمیت آمد. بعد وفات تلخه برادر او عبدالله ابن طاهر سال 828 راهبری دولت را صاحب شده است. محض در زمان حکمرانی او خراسان و ماوراءالنهر به دولتی مستقل تبدیل یافتند. پایتخت طاهریان شهر نیشاپور بود. یکی از مسئله های جالبی زمان طاهریان نظام آبیاری و تشکیل نهر و شبکه های نوی آبیاری حساب می یابد. دولت صفاریان دولت صفاریان سالهای 873
903 عرض هستی نموده است. اساسگزار دولت صفاریان پهلوان اصیل تاجیک یعقوب ابن لیث بود. یعقوب در جوانی هنگام اقامت در شهر زرنج شاگرد صفار میزگر بوده است و از اینجا سلاله او را با عنوان صفاریان معرفی نمودند. در محاربه ها با دسته خود به دسته های غازیان سیجیستان همراه شده والی کابل، سیند، مکران را تابع و سال 867 هرات و هوشنگ، سال 869 کرمینه و فارس را ضبط نمود. سال 873 قشون محمد ابن طاهر را شکست داده مرکز دولت طاهریان نیشاپور را ضبط نمود. دولت صفاریان تا ابتدای عصر 10 سلطنت داشت. سامانیان اولین دولت متمرکز ملی تاجیکان. این دولت بزرگ تاریخی را نمایندگان زیرین سلاله سامانیان حکمرانی و اداره نمودند. سامان خدات اساسگزار دولت سامانیان، اسد، پسران اسد، نوح احمد، احمدی یک، یحیی الیاس. با نظرداشت متحد شوی قوم و قبیله های تاجیک زبان، موقعی مستحکم پیدا نمودن زبان تاجیکی در ماوراءالنهر و خراسان، موجود بودن عنعنه های بای اجتماعی، اتنیکی، فرهنگی و اینچنین صاحب مختاریت شدن ولایت های شرقی خلافت عرب، ماوراءالنهر و خراسان، زمینه و امکانیتی برپا کردن دولت مستقل تاجیکان به وجود آمد. بعد تشکیل دولت سامانیان تحت رهنمایی آنها با مهنت صادقانه خلق تاجیک، شهر و دیهه های خراب گردیده برقرار کرده شدند. زبان یگانه تاجیکی مقام دولتی گرفته در رشد و فرهنگ و معنویت قوم های تاجیک نقش مهم بازید. یکی از نمایندگان عالی مقام این خاندان اسماعیل سامانی بود که از روی نقشه تشکیل و عملی نمودن دولت را در شکل وزارتها و میان گذاشت. محض با ابتکار او در این دوره دولت ملی متمرکز تاجیکان تشکیل شد و زبان تاجیکی مقام دولتی را کسب کرد. خدمت اسماعیل سامانی در تشکیل و پایه‌گذاری دولت تاجیکان به نهایت بزرگ است. ابوبکر نرشخی در یادداشت‌های خود در زمان حکمرانی نصر دو 914-943 با نامگذاری از 10 بینای مخصوص برای فعالیت این دیوانها ساخته شده یادآوری می نماید. دولت سامانیان در شکل دیوانها، وزارتها اداره می شد. وزیر حاضر حکومت یا خواجه بزرگ دیوان اساسی بود. وزیر یا خواجه بزرگ بعد از امیر در دولتداری شخص دوم حساب یافته، تنها به امیر اطاعت میکرد. دیوان وزیر و دیگر دیوانها راهبری می نمود و همه این مؤسسه های مأموری، سیاسی و خواجگی را نظارت می نمود. دیوانهای دیگر دیوان مستوفی، دیوان امیدالملک، دیوان صاحب اشرات، دیوان صاحب البرید، دیوان محتسب، دیوان مشرف، دیوان قاضی، دیوان ازیا یا ملک های دولتی و دیوان وقف نامگذاری می شدند. در این دوره اداره کنی دولت به عهده منصبداران و خدمتگاران دربار و دیوانها واگذار گردیده بود. دولت قرهخانیان در سالهای 90 عصر 10 قبیله های ترک هفت رود و تیانشان مرکزی در حدود از قاشقر تا اسفجاب دولت قرهخانیان را تشکیل نمودند. نام قرهخانیان را گرفتن دولت به حاکم نخستین آن کریم قرهخان منسوبیت دارد. قرهخانیان امکانیت تشکیل دولت را تنها در راه از جانب خانها قبول گردیدن دین اسلام و مسلمان شوی دریافتند. ولی دولتی برپا نموده آنها متمرکز نبود. سرزمین به دو قسم، ملک شرقی و ملک غربی جدا می شد.
سال 1089 ضمن هجوم ملک شاه سلجوقی تمامی مرز قره‌خانیان به تصرف سلجوقیان گذرانیده شد. دولت غزنویان سالهای 963 1186 دولت غزنویان عرض هستی نموده است. اساسگزار دولت غزنویان الپتگین بوده است. دولت ضمن پراکنده شوی دولت سامانیان در شرق افغانستان برپا گردید. پایتختش شهر غزنی منسوب به دولت سامانیان تعلق داشته بوده است. این دولت را الپتگین سال 961 بعد آن خویشش سبوکتگین سال 977 و از سال 998 تا 1030 محمود پسری سبوکتگین که پیشتر حاکم خراسان بود اداره کردند. ناوابسته از آن که در تاریخ سلطان محمود غزنوی در اصطلاحگری و جبر و ستم نام برآورده است، در زمان حکمرانی او پایتخت دولت شهر غزنه مرکز علم و معرفت، رونق هنرمندی و سودا، مکان وسعت شعر و ادب گردیده بود. دولت غزنویان بعد وفات محمود سال 1030 رو به تنزل نهاده پراکنده گردید. دولت سلجوقیان پایتختش یک وقتا اصفهان شد. این دولت در نتیجه ضبطکاری‌های قبیله‌های بادیه‌نشین غوز و پیشوایان سلاله سلجوقیان طغرل بیک سلجوقی، الپ ارسلان ملک شاه سلجوقی و جلال الدین ملک شاه تشکیل شده است. مرز دولت سلجوقیان در غرب تا بحرهای میان زمین و مرمر، در شرق تا قاشغر، در شمال تا بحر ارل و در جنوب تا خلیج فارس و بیابان سوریه طول کشیده بود. تاجیکان و فارس ها در اداره کنی این دولت با عقل و ذکاوت خود موقعی خاصه داشتند. یکی از وزیران نامدار دولت سلجوقیان که 30 سال خدمت وزیری نموده تخلص نظام ملک را گرفته است. در نظام اداره کنی دولت سلجوقیان او کوشش نموده است که تجربه دولت سامانیان را زنده گردانیده و این وسیله عنعنه‌های ملی مدنیت آن زمان را احیا نماید. این دولت بعد فوت سلطان سنجر سال 1157 برهم خورده است. دولت غوریان در میانه‌های عصر 12 از سال 1152 تا 1206 دولت غوریان نشأ و نما و ادامه یافته است. این دومین دولت ملی تاجیکان به حساب می رود. اساسگزار سلاله غوریان سیف الدین ابن عزاالدین حسین از خاندان سوری بوده است. این سلاله و خاندان سامانیان مناسبت اولادی داشته است. ساختار اداره کنی دولت غوریان چنین بوده است: ولایت های علاهیده مستقل را ملک ها اداره می نمودند. منصب های راهبری کننده ولایت را 2 نفر حاکم و سپهسالار به عهده داشته است. او در اداره کنی دولت از شکل و اصول دولت سامانیان استفاده کرده ادامه دهنده سنت های خاصی دولتداری تاجیک ارزیابی می گردد. سال 1215 با سبب عقیبمانی پرزورشوی زد و خوردی بین حاکمان علاهیده محلی و غیره از جانب محمد خوارزمشاه این دولت برهم داده شد. دولت خوارزمشاهیان از سال 1172 تا سال 1200 دولت خوارزمشاهیان با راهبری خوارزمشاه تکش تشکیل و نشأ و نما یافته. سال 1215 به امپریای خوارزمشاهیان تبدیل کرده شده است. در ابتدای عصر 13 در مرز مغولستان امروزه دولت فیودالی مغول تشکیل می‌یابد. اساسگزار این دولت که از سال 1155 تا 1227 عمل نموده است چینگیز خان بوده است. سالهای 1220
مغول‌ها بخارا را محاصره نمودند. بعد گرفتن بخارا، چنگیزخان به اصطلاح سمرقند که شامل ایمپره خوارزمشاهیان و زیر سرپرستی محمد خوارزمشاه بود آغاز کرد. شهر پوره طلب و تاراج گردیده زیاده از 30,000 نفر هنرمندان، کاسبان و دیگر طبقه های اهالی کشته و اسیر گرفته شدند. کشتار و فرار اهالی به درجه زیاد شد که بعد آرام شدن وضع شهر تنها 4/1 شهر باقی مانده بود. در تاریخ مبارزه خلق تاجیک بر ضد غاصبان مغول، محافظان خوجند با سرداری قهرمان ملی تیمور ملیک دلیری، شجاعتمندی و میهن پرستی به همتا نشان دادند. محض تیمور ملیک و رزمندگان شجاع او توانستند و قشونهای چنگیزخان با ضربه های مرگبار خسارات زیادی جانی وارد کنند. دولت تیموریان بعد شورش محمود تارابی، نهضت سربداران در سمرقند سالهای 1365 1366 و نهضت سربداران در کرمینه سال 1373، دولت تیموریان در سالهای 1370 1375 با دستگیری قوم و قبیله های ترک و مغول تبار تأسیس داده شده است. در عصرهای 12-14 در خراسان و ماوراءالنهر دولت‌های میلی سربداران خراسان و کوردهای هرات عرض هستی کردند. محافظان سمرقند با شعار یا سربدار می‌دهیم و یا ظلم مغول‌ها را رفع می‌نماییم عمل می‌کردند. تیمور لنگ توانست که خوارزم، ایران، افغانستان، عراق، ماوراءالنهر، قفقاز جنوبی و غیر را ضبط نموده ایمپریای بزرگی تشکیل نماید. بعد مرگ تیمور سال 1405 حاکمیت به دست حاکم هرات پسر تیمور شاهرخ گذشت. کشمکشی های داخلی و اولادی و در خراسان پیدا گردیدن حکمران دیگری تیموری سلطان حسین بایقرا سالهای 1469 1507 سبب دو حاکمیتی و تنزل و برهم خوردن دولت تیموریان گردید. دولت شیبانیان در عصرهای 15 و 16 در عرصه تاریخ دولت با نام دولت شیبانیان تأسیس داده شد. دولت شیبانیان دولت املاکی بود که آن را یکی از صاحبان ملک ناوابسته به آبرو و اقتدارش با نام خان و خاقان اداره میکرد. این دولت را عبدالله خان دو و نماینده آخرین سلاله شیبانیان پیر محمد خان دو اداره نمودند. دولت اشترخانیان اساسگزار این دولت جانیان جان محمد سلطان جانی بیگ سلطان بود. منصب راهبری این دولت خان نام داشت. در این دوره بعضی آبادکاری های دولتداری از جمله کارهای آبیاری به انجام رسانیده شد. این دولت خانی در دوره سلطنت کوتاه مدتی پی در همی برادران عبیدالله خان 1702 1711 و عبدالفیض خان 1711 1747 به قسم‌های خرد تقسیم شد. دولتداری خلق‌های آسیای میانه تا انقلاب اکتبر. از میانه‌های عصر 18 تا آخرهای عصر 19 دولتداری خلق‌های آسیای میانه، امارت بخارا، خانی‌های قوقند و خیوه به تهدید و هجوم‌های بیرونی دچار آمده است. در این دوره‌ها
در آسیای میانه دولت یگانه تاجیکان وجود نداشت. جنگ‌های داخلی، پراکندگی و هجوم شاه ایران نادر شاه افشار خلق‌های آسیای میانه را به خرابی اقتصادی دچار کرد. بی سر و سامانی در اداره کنی سر زد. از این وضعیت مناسب استفاده نموده یکی از لشکرکشان نادرشاه احمد خان به قندهار رفت و با مطیع نمودن سرداران قبیله های افغان خود را شاه افغانستان اعلان کرد. در عصر 19 قسمت زیادی زمین های تاجیکان و ترکمن ها که در ساحل چپ دریای امو واقع بودند به هیئت دولت افغانستان داخل کرده شد. محمد رحیم از سلسله خاندان منقیتیه عبدالفیض را به قتل رسانیده در این سالها از سبب زود عوض شدن سلاله ها و سوسشوی حاکمیت مرکزی هر یک حاکم ملک بخارا کوششی به دست آوردن مستقلیت را می نمود. معلوماتنامه تاریخی امارت بخارا را در این سالها سلاله های زیرین اداره کردند: سالهای 1785 1800 امیر شاه مراد، سالهای 1800 1826 پسر شاه مراد امیر حیدر، سالهای 1826 1860 پسر حیدر امیر نصرالله، سالهای 1860 1885 پسر نصرالله امیر مظفر. در این مرحله خلق تاجیک بسیار بی‌عدالتی و خونریزی ها را از سر گذرانید. پس از مرگ امیر نصرالله پسر یگانه او مظفر از سال 1860 تا 1885 در بخارا امیری کرد. در اول امیر مظفر به شورش های ضد لشکر روس دست زد، ولی بعد مقاومت های شدید شکست خورد و شهر سمرقند را از دست داد. بعد آن با امپراتور روس شرطنامه بست که موافق آن شرطنامه من بعد امارت بخارا به روسیه همراه کرده شده مقام دولتی وصل یعنی نیم مستقل را گرفت. در این دوره وضع مرکب اجتماعی به اوج گرفتن شورش های خلقی بر ضد مطلقیت پادشاهی آورده رساند. در طول سالهای 70-80 سده 19 در ملکهای حصار، کولاب، بلجوان، درواز، شوراباد، قرطاق، دهنو، رامید، سفیداب شورش های خلقی پی هم به عمل می آمدند. شورش بزرگی که به پایه های دولتداری امیر ضربه سخت وارد نمود تحت راهبری قهرمان خلق دهقان جواسکشی دره مختار خاولینگ عبدالواسع به وقوع پیوست. واسع در رأس شورشگران به ضبط قلعه بیک بلجوان نایل گردید، ولی آن را دیر نگاه داشتن نتوانست. بعد وفات امیر مظفر سال 1885 پسرش عبدالاحد امیر بخارا تعیین شد. امیری جوان دانش زمانوی داشت، زیرا در شهر سنت پترزبورگ روسیه تحصیل نموده بود. از زبان روسی و کار و سیاست حربی آگاهی داشته. صاحب رتبه گنرال ادیوتن بود. رمزاً سرداری پالک کازاک‌های آرنبورگ را به عهده داشته. امپراتور روس به او آردن الکساندر مقدس را داده بود. بعد وفات او با توصیه امپراتور روس پسر او عالم خان امیر بخارا تعیین کرده شد. در زمان حکمرانی امیر عالم خان جنگ یکم جهانی سر زد. در روسیه انقلاب فوریه و بعدتر انقلاب اکتبر غلبه کرده نیکلای دو از تخت سرنگون کرده شد. امیر عالم خان در مبارزه با انقلابچیان روس تاب نآورده سال 1920 به دولت همسایه افغانستان گریزه شد و تا آخر عمر در حمایه پادشاه افغانستان پناه برد.
رفیقان، قرار کمیته مرکزی در خصوص تأسیس دادن جمهوری تاجیکستان راهی درستی سیاست ملی دولت است. ما قرار کمیته مرکزی را دایر به خودشناسی ملی در آسیای میانه طرفداری میکنیم. ملت تاجیک تاریخی 1000 ساله دارد. انا آن روز فرا رسید. شما باید دولتی مستقل بنیاد سازید. رفیقان، غلبه مبارک باشد. 12 ایون سال 1924 کمیته مرکزی رکپب درباره تقسیمات ملی جماهیر آسیای میانه قرار قبول نمود. در زمینه این قرار جلسه زیرکمیسی بیوروی آسیای میانگی کمیته مرکزی از تاجیکان چنار اماموف با رئیسی عبدالله رحیم بایف برگزار گردیده چنین قرار قبول نمود. نهاد که ملت خود را که تاریخی 1000 ساله دارد میده ملت گوییم. تأسیس یافتن یک ولایت کلان با نام تاجیکستان، این هم موفقیت است. کمیته موقتی مرکزی اجرایی بخارای شرقی 7 ایون سال 1924 با سرداری نصرت الله مخصوم به فعالیت شروع نمود. معاونش خواجه رحمت الله، کاتب میرزا سعدالله رجبوف و اعضایان عبدالعزیز، قرشی آقسقال، تلپیگا و دیگران تعیین شدند. آنها اولین نمایندگانی با صلاحیت حاکمیت دولتی برای پیشبرد کارهای سیاسی و دولتداری حساب می‌یابد. 16 اوگوست سال 1924 به هیئت کمیسیه مرکزی تقسیمات ملی و مرزی آسیای میانه از تاجیکان چنار اماموف، عبدالله حاجی بایف و محیدین سید جانوف داخل کرده شدند. در خود همان روز جلسه یکم کمیسیه حدودی آید به تقسیمات ملی و حدودی جمهوری های نوتشکیل دایر گردید. بعد تلاش های پیگیرانه فرزندان ملت تاجیک در این سمت، یعنی تشکیل جمهوری علاهیده معرفی کننده موجودیت ملت، از 4 تا 11 اکتبر سال 1924 ضمن مذاکرات چندین کرته با تشکیلات های متصدی به تشکیل جمهوری مختار تاجیکستان رازیگی داده شد. در نتیجه تقسیمات ملی و مرزی آسیای میانه، تاجیکستان 14 اکتبر سال 1924 همچون جمهوری مختار تأسیس یافت. جمهوری مختار تاجیکستان یگانه جمهوری بود که در حدود آن شهر، مرکزهای صناعتی، راههای آهن و ماشینگرد و مرکزهای مدنی وجود نداشت. ضمن این تقسیمات بی‌عدالتانه و نابرابر، مرکزهای تاریخی و مدنی از حدود جمهوری بیرون ماندند. جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان را حکومت موقتی کمیته انقلابی اداره میکرد. ششم دکتر سال 1924 اولین جلسه کمیته انقلابی گذرانیده شد. مسئله اساسی جلسه تشکیل و براهمانی اساسهای حقوقی تشکیل جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، ساختار اداره کنی حکومت نوتأسیس، جابجاگذاری کادرها و معین نمودن حدود مرزی و مأموری به حساب می رفت. 28 دکتر سال 1924 اعضای حکومت نوتأسیس با هواپیما به دوشنبه آمدند. راهبران و مسئولان حکومت در بینای بیمارخانه رقم 1 موقتا جای گرفتند. ماه ینوری سال 1925 کمیته انقلابی جمهوری مختار
شوروی سوسیالیستی تاجیکستان در دوشنبه جمع آمد و بعد اندیشیدن چاره‌های تشکیلی و حقوقی 3 فوریه سال 1925 هیئت حکومت جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان پررو گردید. در شهر همگی 283 نفر اهالی زندگی می‌کرد. 4 فوریه در دوشنبه گردی همایی تشکیل کرده شده، در آن اعلامیه تشکیلیابی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان قرائت گردید. حکومت در شرایط نامساعد کار را آغاز کرد و پیشروی فعالیت حکومت نوتأسیس پن ترکستان همه جانبه مانع می شدند. شرایط بسیار متشنج بود. بیشتر از 200,000 نفر گریزه شده بود. تا سال 1925 تقریباً 85,000 اهالی را گرسنگی تهدید می‌کرد. مسئله اساسی حکومت نوتشکیل برگردانیدن گریزه‌ها به وطن بود. با جانبازی، جید و جهد و تلاش‌های پیوسته فرزندان برومند ملت تاجیک، نصرت الله مخزوم، شیرینشاه شاه تیمور، چنار اماموف، صدرالدین عینی و دیگران ماه اکتبر سال 1929 بیورای سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی درباره تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان قرار قبول کرد. تاجیکان республикаи مستقل شده میتوانند. میتوانند. باوری دارم. اندیشه شما چی؟ آنها کهن ملتند. شما چی فکر داری؟ تاجیکان ریسپوبلیکای مستقل شده می توانند رفیق استالین که به آن ایاسیف ویساریانویچ استالین امضا گذاشت. 16 اکتبر سال 1929 جمهوری مختار تاجیکستان همچون جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان مستقل اعتراف و اعلام کرده شد. اتحاد شوروی از روزهای اولی حاکمیتش خلق تاجیک را همچون ملت صاحب تمدن و دارای تاریخ کهنی دولتداری اعتراف نموده برای بنیاد دولت الهیده ملی زمینه و شرایط مساعد تاریخی فراهم آورد. تاجیکستان در هیئت اتحاد شوروی و موفقیت‌های نظررس نائل شد. شروع از مرحله‌های ایندوستری کنانی، کلکتیوانی خواجگی قشلاق و انقلاب فرهنگی زمینه‌های بنیادی و سازندگی گذاشته شد. در این دوره در کشور بزرگترین کارخانه و نیروگاه‌ها، راه‌های آهن و ماشینگرد، مکتب‌های عالی و میانه، تئاتر و کتابخانه‌ها، رادیو و تلویزیون، بیمارستان و استراحتگاه‌ها، خواجگی‌های کشاورزی و بسیار دیگر انشاءات اجتماعی و اقتصادی، مدنی و معیشی بنیاد شدند. سال 1948 دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان و سال 1951 اکادمی علم‌های تاجیکستان با سروری صدرالدین عینی تأسیس یافت. در تاجیکستان یکی از کلانترین نیروگاه‌های برقی آبی جهان نارک سال 1972 به تولید برق آغاز کرد. در مملکت کلانترین کارخانه متالورگی منطقه زواد آلومینی تاجیکستان بنیاد گردید که محصولات آن در سراسر جهان خریداران زیاد دارد. استحصال پخته سال 1980 در کشور زیاده از 1 میلیون تن را تشکیل داد. پیشروی ها در دیگر ساحه ها نیز نظر رسند، ولی بنیاد دولتی واقعاً ملی تاجیکان با شرافت استقلالیت دولتی تاجیکستان میسر گردید. در برابر صاحب اختیار گردیدن تاجیکستان روندی گذشتن از نظام سیاسی شوروی به نظام نوی دولتداری آغاز یافت. این روند
همچون سرآغاز مرحله نوی دولتداری و استقلالیت ملی تاجیکستان ارزیابی می‌گردد.